سلام به سرزمین داغ، خوش اومدید. امروز میخوایم داستان آقا ساسان رو با همدیگه بشنویم. این داستان مربوط میشه به اینکه چی شد که برده جنسی شدم. سلام، من ساسانم. رنگ پوست سفید، چشمای رنگ روشن، موهای بوری دارم. 13 ساله بودم که با دوستان فیلم سوپر نگاه میکردیم. خونه که تنها می شدم، از طرفی هم شیطونی کنجکاوی و از طرفی هم هورمون های نوجوانیم باعث می شد بشینم پای فیلم های سوپر. خلاصه تو این فیلم ها و سایت ها یه مدت بود که از ارباب برده خوشم اومده بود. من خودم خیلی خوشگل بودم و تمام دوستام و پسرای بزرگ محل بچه خوشگل صدام می کردن و به هم نزدیک می شدن و تو کف این بودن که ترتیبا منو بدن. ولی خب من از مفعول بودن یا همون دادن خوشم نمی اومد. من خیلی تو کف این بودم که یه ارباب خانم سمبالا داشته باشم که با هم حال کنیم. توی فیلم هایی هم که نگاه می کردم از اینایی بود که میسترس یا همون خانم ارباب برده پسرش قلاده کرده و هم نازش میکنه، هم بهش دستور میده، هم کتک میزنه. یه زندایی دارم که انصافاً تو فامیل همه زنها هم میخوان مثال بزنن از خوشگلی به یاسمین یا همون زنداییم حرف میزنن. آخه یاسمین قد بلند، سفید، توپر، یه باسن بزرگ، موهای بور داره. خیلی هم به خودش میرسه. حتی ناخن‌های پاش همیشه بلند، لاک زده و سوهان کشیده هستش. انقدری که فقط به پاهاش میرسه که خوشگل باشن. ندیدم خانم‌های دیگه به صورتشون برسن. لباس‌های خوشگل، بدن خوشگل، بوی ادکلون خفن، آرایش زیبا، مدل موهاش، همه جوره عالی. وقتی بهش فکر میکنم هم دیوونه میشم. تمام آرزوم این بود ارباب من باشه. البته خیلی هم با جذبه و جدی بود و اصلا جرأت نمی کردم نزدیکش بشم. اما هر وقت می خواستم با خودم ور برم و ارضا بشم بهش فکر می کردم. شب و موقع خواب قبلش باید اول به یاسمین و فانتزی های خودم فکر می کردم. تا گذشت و یه روز دایم تصادف کرد و افتاد تو بیمارستان. از بیمارستان که اومدیم زندایی به مامانم گفت ساسانو بذار چند وقت بیاد خونه ما. من و دخترم ترانه خونه شب تنها نباشیم. مامانم گفت باشه عزیزم، مشکلی نیست. حسابی ذوق کرده بودم. سوار ماشینشون شدم و من و زندایی و ترانه دخترش رفتیم خونشون. اون شب که تا صبح داشتم با خودم ور میرفتم. فردا ظهر که بیدار شدم دیدم ترانه از صبح رفته مدرسه. بعد ظهرم که کلاس کنکور داره تا شب نمیاد. یاسمین هم از صبح رفته بود بیمارستان و حسابی خسته بود. از بیرون غذا گرفته بود. اومد رفت حموم. بعد حموم یه شلوارک و تاپ پوشیده بود رنگ مشکی. بدن سفید، لاک پاهاش و دستاش قرمز و قد بلند. دوباره شدید تحریک شدم. هر کاری میگفت فقط یه چشم میگفتم و میدویدم. مثلا گفت میز نهار آماده کن، نوشابه رو از یخچال بیار. از این حرفا. بعد نهار رفت رو مبل 3 نفره دراز کشید و خوابید. منم منتظر بودم که خوابش ببره. خوب که خوابش برد رفتم نزدیکش و زل زدم به پاهاش و تصوراتم دوباره شروع شدن. طاقت نیاوردم و آروم پاهاشو بوس میکردم و همین که اومدم آروم لیس بزنم ساق پاشو که یهو از خواب پاشد و گفت داری چه غلطی میکنی؟ دیوونه شدی پسر؟ منم که حسابی ترسیده بودم شروع کرد به هم چرت و پرت گفتن و گوشی رو برداشت که زنگ بزنه به مامانم که افتادم به گریه و التماس که نکن. بهش توضیح دادم که دوست داشتم تو میسترس هم باشی. گفت چی؟ گفتم اربابم. گفت چی میگی؟ کامل براش توضیح دادم و گفتم
دوست دارم تو به هم دستور بدی، کتکم بزنی، بغلم کنی، نازم کنی، بذاری پاتو رو صورتم. از این حرفا بهش گفتم. یکم با تعجب رفت تو فکر و گفت این چیزا رو کی بهت یاد داده بچه؟ گفتم بزن تو گوشی ببین، خیلی خانوما برده دارن و خیلی هم باهاش کلاس میذارن. به من گفت برو تو اتاق، باشه به کسی چیزی نمیگم، ببینم چی دیدی تو این اینترنت. رفت تو گوشیشو. یکم بعد آیفون خونه زنگ خورد. سونیا دوستش بود که اومده بود به زن داییم سر بزنه. یکم نشستن در مورد داییم حرف زدن. بعد کم کم شروع کردن به آروم حرف زدن و ظاهرا در مورد من حرف می زدن. سونیا از اون پلنگا بود، شوهر نداشت، پسر باز بود، دنبال تور کردن پسرای پولدار بود. یهو گفت بگو بیاد ببینمش. یاسمین صدام کرد ساسی، برو از یخچال شربت بردار و دو درست کن بیار، بودو ببینم. گفتم چشم الان. شربتی که آوردم، سونیا با یه نیشخند نگام کرد و لپمو کشید و گفت من برم یه خرید کوچولو بکنم و یه چند تا وسیله هم باید از خونه بیارم تا بگم کار درست چیه. یاسمین گفت دیوونه ای تو دختر. با هم دیگه خندیدن و سونیا رفت. بعد حدود 1 ساعت سونیا دوباره اومد. از پت شاپ یه قلاده و زنجیر خریده بود و از خونه هم یه چیزایی آورده بود. تا اومد گفت بگو طولستک کوچولو بیاد. یاسمین صدام کرد و اومدم. گفت بشین رو 2 زانو. قلاده رو انداخت گردنم، خیلی تنگ بود. یاسمین گفت چرا اصلیش نخریدی؟ این که مال آدم نیست. سونیا گفت خب این توله هم آدم نیست. بعدش هم تا سفارش بدم و بیاد چند روز طول میکشه ها، ما وقت نداریم. من برگشتم گفتم قلاده تنگه. یه دفعه یه چک زد تو گوشم و گفت اولین درس درستش اینه که تا ارباب اجازه نداده نه حرفی میزنی نه نظر میدی. یاسمین بیا بشین روش، یه دور تو خونه بزن ببین خوبه یا سفترش کنم. یاسمین زنجیر گرفت و نشست رو کمرم. گفت حرکت کن. سونیا یه شلاق از کیفش در آورد و گفت بیا با این حالیش کن. دلم میخواد امروز رنگ پوستش رو عوض کنی. این توله کبودش جذاب تره. یاسمین محکم با شلاق میزد تو باسنم که یهو سونیا گفت این چرا لباس تنشه؟ یه دفعه زنجیرمو کشید و یاسی رو پیاده کرد. لباسمو تو تنم پاره کرد. یاسی گفت دیوونه، یکی بیاد لباس نداره، بعدشم چجوری بفرستمش خونشون؟ سونیا گفت تا آموزش تمام بشه چند روز طول میکشه، بعد تا اون موقع قلادش کن یه گوشه تخت. یاسی گفت آخه شب ترانه میاد. گفت نه دیگه، ترانه رو بفرست خونه مامان تینا، میخوایم یه چند روزی عشق و حال کنیم دختر. تازه باید ببینید تو مستی چه حالی میده ارباب بودن. راستش من هم نگران بودم هم خوشحال از اینکه دیگه به هدفم رسیدم. و تازه یاسمین هم منو نخواد، سونیا میتونه صاحبم باشه. به خاطر همین شروع کردم به بوسیدن پاهای سونیا که یاسی یه لگد زد تو پهلوم و گفت هوی صاحبت منم تخم سگ. سونیا گفت نترس، منم قراره حسابتو برسم، دیگه حیوان خونگی خودمونی و منم عادت ندارم حیوان خونگیمو رد کنم. تازه وفادار باشی، دوستای زیادی دارم که هفته‌ای ازت نگهداری میکنن، میتونی کلی ارباب داشته باشی. یاسمین گفت نه بابا کنه لقشون. سونیا در جواب گفت کسخل، درست آموزشش بدی همچین طوله خوشگل کم سنی رو میشه به خیلی ها اجاره بدی. حالا ببین از طریق این جوجه من کویی که تبدیل به شاسی بلند نکردم. یاسمین گفت جدی میگی؟ آخ جونم. منم دوباره گفتم مرسی که یه دفعه سونیا عصبانی شد و پاشو فشار داد رو گردنم و سرمو چسبون به زمینه. گفت سگ طوله، یه بار دیگه حرف بزنی پوزبند بهت میزنم ها، تو فقط باید واق بزنی. سرمو تکون دادم و از زنجیرم کشید و منو برد تو اتاق. گفت برو رو تخت. دازد یاسی کیف منو بیار. کیفش آورد و از کیف یه دونه پاکت در آورد که فلزی بود و پشتش یه نگین قرمز داشت. به هم نشون داد و گفت خوشگله، ببین چقدر دوستت دارم، برات کادو آوردم. یاسی به این کرم چرب کن،
یا اگه ژل سکس داری بهش بزن چربش کن که بره تو سوراخ عقبش. بعد در حالی که 4 دست پا رو تخت بودم شروع کرد عین دوشیدن بز ماساژ داد کیرمو همراه خایه هامون. رفت پشتم و کیرمو از پشت کشید و کرد تو دهنش. یه لیس زد و یه گاز از کیرم گرفت. یاسی گفت چی شد؟ زدی بالا؟ آموزش یادت رفت؟ سونیا گفت نه خیر، باید تحریک کنی تا رام بشه، جفتک نزنه. پاکتو ازش گرفت و همزمان که توی دست محکم کیر و خایمو گرفته بود پاکتو فشار داد تو سوراخم و گفت مبارک باشه، حالا بیا دستمو لیس بزن تمیز بشه. بعد زنجیرمو کشید و من از تخت پایین آورد و خودش نشست رو تخت و لای پاشو باز کرد و گفت از روی شلوار بو بکش و بوس کن. یه جوراب شلواری پاش بود. بعد یاسی هم نشست کنارش و بعد زنجیر داد یاسی و یاسی هم گفت شلوارکمو با شورتمو در بیار. در آوردم و شورتشو کرد تو دهنم و محکم گلومو با دستش گرفت و گفت میخوام اول از نوک انگشتام میک بزنی، لیس بزنی تا بیای لای پام. یه دونه چک محکم زد و داد زد شروع کن. منم قشنگ حرفاشو مو به مو انجام میدادم و وقتی لای پاش رسیده بودم داشت آه و اوه میکرد که یهو زنجیرم و سونیا کشید و گفت بیا طوله. سونیا پشتش به من بود و سوراخ عقبش رو گذاشت تو دهنم و فشار میداد. سرمو میگرفت و میگفت بخور. یاسی گفت چرا؟ من داشتم حس میگرفتم که سونیا گفت ارضا میشی، باید تا شب حال کنیم. یکم که عقبشو خوردم برگشت کسشو گذاشت دهنم گفت میشاشم دهنت، اگه یک قطره بریزه رو زمین حسابی کتک میخوری، هم کلتو میکنم تو توالت فرنگی. منم از ترس همشو خوردم که یاسی با تعجب گفت لازم بود این کارا. سونیا داد زد تو به خوردن ادامه بده. بعد رو کرد به یاسی و گفت اصلا نبینم بهش جز شاش آب یا نوشیدنی دیگه بدی ها. یاسی گفت چرا؟ سونیا گفت باید تشنه نگه داری، روز دوم سوم میفهمی من چرا اینو گفتم. وقتی بشاشی یا بذاری دهنش اون موقع ببین از تشنگی چجوری میخوره. حتی جوری انگشتای پاتو لیس میزنه به امید اینکه پیشابت بیاد و لیسش بزنه بخوره. یاسی گفت بابا تو عجب جونوری هستی یا. سونیا گفت من دوست پسرم 2 توله ماده بزرگ کرده، یاد گرفتم ازش چجوری تربیتش کنم. برو اون آبجوهایی که آوردم و بیار بخوریم که حسابی شاشمون بگوره و آبیاریش کنیم. یاسی زنجیرم رو گرفت و نشست پشت کمرم و گفت الان میرم میارم. سونیا گفت عوضی خودت هم کارو یاد گرفتی ها. داشت زانوهام میترکید وقتی داشتم رو زمین راه میرفتم. آخه یاسی پشتم نشسته بود. ولی واقعا به آرزوم رسیده بودم و حسابی به هم حال میداد. وقتی برگشتم اتاق سونیا به یاسی گفت رو زمین بخوابونش و براش ساک بزن. باهاش بازی کن. فقط به پا ارضا نشه که خرابکاری میشه. بیاد پایین حرف شنوش کم میشه. باید با کتک حالیش کنیم. بعد خودش به دستام دستبند چرمی بست و با طنابشم بست به پایه های تخت. بعد نشست رو صورتم و کسشو گذاشت دهنم و حسابی خوردم. یه دفعه آبش اومد و محکم کسشو فشار داد تو دهنم و صورتم طوری که نمیتونستم نفس بکشم. بعد چند ثانیه ولو شدم و داشتم واقعا خفه میشدم. و یاسی که حواسش به ساک زدن من و بازی با خایه هام بود متوجه نشد که دارم خفه میشم. واقعا نفس آخرم بود که سونیا ارضا شد و از رو صورتم بلند شد. بعدش یاسی اومد همونجوری گذاشت دهنم. یه نفس گرفتم تو این فاصله کوتاه و انقدر یاسی رو دوست داشتم که با ولع میخوردم سوراخاشو. واقعا خودمم داشتم ارضا میشدم و راست کرده بودم که یهو سونیا شروع کرد به گاز گرفتن محکم رون پام. تمام پاهامو داشت کبود میکرد. با این کارش کلن حسم پرید. اونم به خاطر اینکه ارضا نشم این کارو کرد. بعد متوجه شدم یاسی داره ارضا میشه. منم محکم هم میک میزدم و هم چوچولش میلیسیدم که ارضا شد.
ولی وقتی داشت ارضا میشد افتاد روم و کیرمو کرد دهنشو. سونیا هم تخمامو گرفت تو دستشو بازی میداد که بعد چند دقیقه ارضا شد. بعدش گفت آماده باش، جیش دارم، و شاشید تو دهنم. بعد سونیا زنجیرمو کشید و بلندم کرد. یکم با هم ور رفت که زدم بالا. دهنمو باز کرد و توف انداخت داخلش. زنجیرمو کشید و منو برد یه گوشه و بست و پایه تخت. گفت هر وقت دستشویی داشتی فقط فوق بزن. فعلا ارضات نمی کنم. چون شب میخوام مست کنم و کبودت کنم. خودشونم رفتن پذیرایی خونه. راستش من 4 روز اونجا بودم. روز بعدش 2 بار فقط سونیا اومد به هم سر زد. کلا یاسی با هم بر میرفت این چند روز. با هم بازی میکرد. اونم به روش هایی که سونیا تلفنی بهش میگفت. الان 25 سالمه و کارم همینه. با خیلی از خانمای بالای تهران از طریق سونیا آشنا شدم. واقعا هم وضع مالیم خوبه. هنوزم نصف درآمدم مال سونیا جونه. اونم به جاش به ارباب‌ها یاد میده چجوری با من رفتار کنن. بعضی‌ها خیلی بدجنسن ولی یاسی همیشه با هم در اوج کتک زدن هم مهربونه. بعدش حسابی بغلم میکنه و به هم عشق میورزه. دست خودم نیست، تا میبینمش انگار همه دنیا مال منه. سری جلو پاش میشینم و از ارباب واقعیم لذت میبرم. دوستان منتظر نظرات داغتون هستیم تا یه داستان ارسالی داغ دیگه. بای بای.